اصلا از قدیم تئاتر برای شخصانی داره. پس استاد برای رشد من تئاتر تاجیک چیکار باید کرد؟ کدام کارمندی حتی دولتی باشد، مؤسسه دولتی خود اویلش گیرد بیاد که بیا همیشه همین یک نمایشنامه بوده است رویم تماشا کنیم. میگفتید که چقدر مبلغ لازم است که امروز تئاتر تاجیک رشد بکنه؟ دیرکتر تئاتر میگیرد 28000 دلار. آیا امروز پشیمان هستید؟ دولتداران حکومت از گناه من گذرن. من قریب خودی حاضر باور کردم چیزی ممکن دقیق‌تر از دهان من بره. فچم دیدن در کار. شما فکر نمیکنید که مثل برزو برای این نفران امروز درمان نمیرسد؟ همه کارهای برزو عالی جناب نبودن. اما ببینید که دید اون نفر برای کشور دیگر خدمت کرده است، نه به ما. صنعتکار علاوه خصوص کارمند تئاتر با سیاست نه آنقدر دخالت نمیکنه. اون کس به سیاست دخالت کردن. باور کنید دروغ نمیگه.